18 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 14:30 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز مکرمزاده غیرت سال تولدش 1991 ساکن شهر استقلال هنگام حرکت در حدود جماعت دیوات خولمت و نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ عبدالحفیظزاده مسلمه سال تولدش 2014 ساکن جماعت دیوات خولمتوف را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عبدالحفیظزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که سال 2018 مرد 35 ساله ساکن امین نویه با راه فریب به باوریش درآمده از او یک عدد автомашین تمغه تویوتا کرولا را به مبلغ 110,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سامونی با عریضه جوانزن 20 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 22 ایول سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 66,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 21 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 40 ساله ساکن نویه فرخور که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 18 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 01:00 دقیقه با راه پنهانی به نقطه فروش مشروبات واقع در کوچه اسماعیل سامونی نویه فرخور که به مرد 38 ساله ساکن شهرک فرخور تعلق دارد درآمده از آنجا 14,200 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است.